سلام، خبرهای روز را از رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. در نیمه اول سال روان به بودجه تاجیکستان از حساب جریمه و دیگر مجازات‌ها 397 میلیون سومانی یا 42 میلیون دلار وارد شده است. این مبلغ از پیشبینی مقامات 88 میلیون سومانی یا 9 میلیون دلار کمتر بوده است. با گزارش وزارت مالیه تاجیکستان، نقشه درآمد بودجه از حساب جریمه‌ها فقط 81% اجرا شد. مقامات مثل گذشته شرح ندادند که در 6 ماه اول امسال ساکنان بیشتر برای کدام قانون شکنی جریمه شدند. در تاجیکستان شکایت‌ها از جریمه‌های زیاد و هنگفت بارها صدا داده است. در ماه‌های ینور ایون امسال دادگاه‌های تاجیکستان برای متهمان چند پرونده پرسر و صدا حکم جریمه تعیین کردند. از جمله ماه ایول امسال دادگاه عالی تاجیکستان اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه را 165,000 سومانی جریمه کرد. پیش از این در ماه ینور امسال دادگاه شهر دوشنبه 5 منصبدار سابق فرودگاه پایتخت را نیز با پرداخت جریمه آزاد کرده بود. این افراد یکجا با اسمت الله عبدالله‌زاده به تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سومانی معادل بیش از 100 میلیون دلار گمانزد شدند. دادگاه گفت که منصبداران پیشین فرودگاه دوشنبه از حکم شکایت نکردند، ولی برخی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی این حکم را سبک خواندند. در نیمه اول سال روان تاجیکستان از 19 کشور خارجی از جمله از کره شمالی یاری‌های بشردوستانه دریافت کرده است. با گزارش آژانس آمار مبلغ کمک‌ها زیاده از 12 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه و کره جنوبی بزرگترین کمک رسانه‌های تاجیکستان در سال روان هستند و زیاد از نصف یاری‌ها از این 4 کشور بوده است. در گزارش آژانس آمار بدون آوردن جزئیات بیشتر گفته شده است که 1.5% کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی راست می‌آید، اما مقامات تاجیکستان نگفتند که یاری‌های کره شمالی از چه عبارت بود. کره شمالی یک کشور بسته و کمونیستی است که با سبب تحریم‌ها و شرایط اقتصادیش وزنین است. چند سال پیش یک منصبدار بلندپایه تاجیکستان گفته بود کره شمالی یا جنوبی فرقی از هم ندارند. در 6 ماه اول امسال تاجیکستان همچنین از هندوستان، بلژیک، هلند، ایران، ژاپن، آلمان، دانیا، ترکیه، بلاروس، امارات متحده عربی، ایتالیا، بریتانیای کبیر، ازبکستان و قزاقستان یاری‌های بشردوستانه دریافت کرده است. مقامات مثل دفعه‌های گذشته نگفتند که کمک‌های بشردوستانه کی و در کجا صرف شدند. رئیس جمهور قرقیزستان قانونی را امضا کرد که بر اساس آن سوزاندن جسد ففتیدگان را در این کشور آسیای مرکزی تا سال 2040 منع می‌کند. و گزارش رسانه‌های محلی قرقیزستان تشبسکار جاری نمودن این محدودیت دیوان وزیران این کشور است. مقامات نبودن زیرساختار ضروری و سرچشمه مبلغ گذاری را از سبب‌های منع کردن سوزاندن جسدها گفتند. سال 2024 در قرقیزستان قانون قبول شده بود که سوزاندن جسدها در این کشور را اجازه می‌داد. بعضی وکیلان پارلمان آن وقت گفته بودند که چنین انشاءات با مبلغ دولت ساخته شده، از آن تنها کسانی استفاده می‌برند که اعتقاد دینیشان سوزاندن جسد را اجازه داده است. در حال حاضر در آسیای مرکزی تنها یک نقطه سوزاندن جسدها است که ماه اپریل امسال در شهر الماتا افتتاح شد.